باید بیان اینا اون پولی که میخوام به دولت بدن، دولت این امکانو گذاشته براشون که بیان این پولو بدن به این فاندیشن هایی که نام پرافیت هستن، حتی کاغذ بگیرن که برای تکسشون استفاده کنن. خب بیان به جامعه هنری کمک کنن. همه گرفتارن غیر از 4-5 نفری که خب کنسرت هایی میذارن، بالاخره زندگی دارن، دستشون به دهنشون میرسه. واقعا در هر رشته‌ای که شما نگاه کنید، شما خودتون در همین تلویزیون همین می‌خواستم بزنم، همین تیکه رو می‌خواستم بزنم برای اون کسانی که فکر می‌کنن وقتی به یک کانال کمک می‌کنم ملت میذارن رو سرش. نه، چه چیزی نیست، چون بهتون برمیگردون. در همین جا هم اینجاست، در اروپا، البته در دانمارک نیست، در اروپا است. در دانمارک جز اینکه انجمن 10 نفره درست کنی که سالیانه یه چیزی بهت میده، یعنی نمیتونی یه کانال 1 نفره که خودش همه کارشو میکنه، دولت کمک نمیکنه در اینجا. دولت دانمارک